سلام دوستان، خوش آمدیم به اولین ویدیوی چنل لوک. دوستان امروز آمدیم آموزش کاهش لگ کالاف و پابجی را بزنیم. دوستان این آموزش هلکی نیسته، مثلا با برنامه اینا انجام بدی. لطفا دوستان لایک و سابسکرایب یادت نره، زنگوله بغلیش هم بزنید. لیتس گو، بریم سراغ ویدیو. خب دوستان اومدیم داخل صفحه. دوستان میریم داخل تنظیمات سیتینگ، بعد میریم پایین. بعد از اون که رفتیم پایین روی این دسته میزنیم، روی این دست میزنیم. بعد از اون دوستان میدونی باید چیکار کنین؟ باید روی NNZ بزنین. خب روی ازی که زدین اوکی. بعد میریم داخل ازی، بعد از اون روی NNZ میزنیم. خب روی ازی هم که زدیم اوکی. بعد این را 3 ثانیه‌ای باید بکنی. این روی 1 دقیقه است، روی NNZ یا نمیدونم روی ای. باید تو روی 3 ثانیه‌ای بزنی که سرعت عمل گوشی را بالا ببره. خب این کاری که کردیم میای از اینجا بیرون. بعد از اینجا که آمدیم بیرون میریم نه همونجا داخل تنظیمات یه دونه از اینا هسته. خب روی سب کن نشونتون بدم یه وقت گیج نشین. من تا حالا خیلی ویدیوها رو دیدم که همش دروغ میزنه، از اونا نیسته که مثلا واقعیت بگه که مثلا تنظیمات نشون بده. روی ازی میزنیم. خب روی ازی که زدیم میایم داخل ازی. این 400 هسته، یعنی نگاه کو سب کو، یعنی 400 است. سب کو یعنی 400 تو باید روی 800 ببری. 800 روی این نقطه، این 400 این نقطه روی ازی که بردی. بعد از اینجا میایی بیرون. از اینجا که آمدی بیرون میری داخل تنظیمات. دوستان میریم پو میزنیم. خود انگلیسی پو میزنیم. روی انگلیسی که پو زدیم روی اولی یعنی پو ستینگ نمیدونم چی روی این میزنیم. پو انتر نمیدونم چی روی ازو که زدیم میریم داخل ازو. خب بعد اینجاها نوشتهش سلو نمیدونم چی روی اینیا روی این وسط روی وسط تو باید بیاری آخر که سرعت عمل گوشی رو ببره بالا. بعد از اون کی کار کردی بیا داخل تنظیمات روی استیکر روی NNZ بذار. خب اسمال نمیدونم چی روی ازی بذار. خب بعد از اینجا بیا بیرون دوستان. از اینجا که آمدی بیرون بعد برو ایور. بعد بزن پو دبلیو بعد میاره پو دبلیو نمیدونم چی. بعد اینی را بگیرین دوستان، باید آن کنین. آن که کردین بعد اوکی میشه دیگه. میگه که چقدر از سی پی یو باید استفاده بکنیم. از سی پی یو تا در حد توان مثلا 70% داره، 10% داره و غیره. تو همون 70% را فعال کنیم. من 70% فعال کردم، آن کردم. این رو باید آن کنیم. آن که کردین اوکی دیگه. بعد میزنیم بیرون داخل بازی پابجی. اینی را پاک میکنین. خب این که پاک کردین میای ایور میایین. بعد میری داخل حافظه. اول از همه که هر وقت میخواست داخل بازی برین روی این زیر رم میزنین. روی زیر رم که زدین این رو میزنین پاک میکنین. گوشی از ما رمش 4 رم پلاسش 4. خب این رو که پاک کردین مثلا حافظه های موقت رو پاک میکنن. 404 MB داره، مثلا 1.5 GB عالی رم داره گوشی من. خب میتونم پابجی را بدون لگ بازی کنم. خوبه، همینجوریش هم خوبه. بعد روی NNZ میزنیم. بعد صبر میکنیم دوستان که این 100% بشه. حالا از ما 100% شده تا حالا. خب این میگه مثلا چی میده چقدر مثلا ویروس داخل گوشی هسته یا نه. از ما که نیسته، یعنی اینجا اگه ویروس باشه یعنی خندان نیه، ناراحته. اوکی بعد میزنیم از اینجا بیرون. اگه مثلا بخواین که این رو بیرین این چیزا رو که بتونین گوشی را پاک کنیم. خب این را پاک میکنیم. این را پاک میکنیم. یک چیزی جدید مثلا یک صفحه جدید بزنین. سب کو نه تیم که نه تیم نمیشه. خب اینجا میشه. خب باید روی NZ بزنیم. خب بعد اینه
این حافظت را مثلا نشون میده، این حافظت را نشون میده. ما در اینجا دوباره مثلا حافظه و ساعت و یعنی حافظه نشون میده. اوکی دوستان، خب بعد این کاری که کردیم مثلا این کاری که کردیم میزنین مثلا روی سیتینگ، یعنی اینجا صبر کو چی شد، صبر کو. آها، اینی روی 4 رو نمیدونم، نه 3 4 رو نمیدونم چیه، این 3 4. خب 3 و 4 اول از همه اول بودک 4 قد 4. شما باید 3 و 4 کنید. 3 و 4 که کردین اوکی دیگه. اوکی بعد اوکی میشه دیگه. مثلا نالی دیگه بازی تانچنان لگ نمیزنه. دوستان اگر از من میخوای حمایت کنی، واقعا ویدیو خوبی بود، لطفا لایک و سابسکرایب داد تا نره. چنل منو سابسکرایب کن، لایک هم بکن، اون زنگوله بغلیش هم بزن روی آلکو و تا یک ویدیو دیگه خداحافظی اونم. دوستان راستی یک ویدیوی دیگه فردا داره، فردا درباره آیپد ویو کردن بازی ها یا پابجی اینا. لطفا لایک و سابسکرایب کنید. او ویدیو خیلی خفنه، تا اگر خوشتان آمد اون ویدیو رو باید ببینید. دوستان لطفا حمایت کنید، تازه کاریم، به حمایت نیاز دارم دیگه. خدا نگهدار، خدا نگهدار. بابا قشنگ شد، خفن بابا، خفن بابا.